زندگی رو با شناخت. زندگی رو رها کردن ولش کن من دارم زندگی میکنم، نه، باید بدون آدم من چرا خلق شدم، حالی که خلق شدم چجور باید زندگی بکنم، چجور باید زندگی بکنم، نه چرا زندگی بکنم، نه من چجور باید زندگی بکنم. اندیشه کردن بسیار حلال مشکلات. میگن که طرف بیراه رفت برای اینکه فکر نکرد، چون فکر نکرد بیراه رفت. بیراه نرو، فقط اگر مسائل هم باید پیش اومد بشین فکر کن، حالا این وضعیت اینجور پیش اومد من چه باید بکنم. اون چیزی که در درون توست اون دستت میگیره، راحت نمیکنه، چون میبینه تو داری میگردی دنبالش. انسان همین نیست که بخواد حالا مثلا لباس بپوشه برد جای به جایی. خیلی در درون انسان چیزهایی رمزهاست که اگر دنبال اون آدم باشه بی ثمر نمیمونه.